وقتی هم نظام الملک میگه کار داشتن در زمین غلطی دید که مقصد که اتر ایلاج نیسته بعد میگه دست به دعا برداشت چون نظام الملک در نزد افتاد گفت الها میروم بر دستی بود خالقا یارم به حق آن که من هر کی را دیدم که گفت است تو سخن با همه نوع خریده باشه آخران سخنای همین نظام الملک پیش خدا التجا کرد هم وقتی هم سکراتی مرد پروردگار رو گفت خودت میدانید خودت شاهدی به خاطر آن که هر شخصی را دیدم که از تو گپ زد ای کلامی تو گپ زد از پیغمبری تو گپ زد از شریعتی تو گپ زد هر کی را دیدم که گفت از تو سخن با همه نوع خریدار شدم یاری او کردم یار شدم اما هر کسی که اینامی تو گپ میزد هر کسی که کلامی تو را میگفت هر کسی که دعوت به سوی تو پیغمبرت میکرد من خریدار شدم سعی میکردم که همه طرفه دستگیریش کنم در دم آخر خریداری میکنم این روی در همینجا علمی کوری که مثلا دستگیری علمو را میکرد دستگیری فضلو را میکرد همین را پیش پروردگار وسیله قرار داده است که خدا به خاطر این خدمتی که من برای عالمای ترا کردم برای مقصد شریعتی ترا کردم اکنون وقتی آخر تو مرا خریداری در دم آخر خریداری میکن یاری به یاران توی یاری میکن لیکن حقیقتا مرد دست همین احترام میکرد است عالم را بزرگ را از جمله همین که را به نهایت احترام میکرد است شیخ ابو سعید ابوالخیر وقتی که شیخ از دنیا میروه فرزند چه احترام میکرد یا پسر داشت به نام ابو سعید با درجه همون را احترام میکرد است همون وقتی که می اومده است ای قصر به زیارتش پیشوازش می اومده همون ابو سعید انا به نهایت مقصد محترم دستگیریش میکرد است با یک روز یک عالمی همتری حسود در پیش سویه تا میگه که یا وزیر میگه تا همین مبلغ خزینه دولت در سر یعنی بیسوادو صرف کرده استی با میگه تو ابلهی تو چی؟ کی بیسواد میگه یا تشون همون مقصد همون پسری ابو سعید ابو طاهر ای والله علم نمیشه ابو طاهر همون مقصد سواد نداره میگه تو ابله دیوونه ای تو چی نخو فرزند ابو سعید ابوالخیر بیسواد باشه تو چی سفسطه میفرستی میگه اگر باور نکنی من فیرادش که امتحانش بگی همه قرآن رو نمیدونه بعد جلو دیگه تشریف میشه دعوتش میکنه شیخ وزیر دعوتش کرده او دیگه تمام مریدوش گرفته است همه و دمدمه خطی پیشش میگه حقیقتا همون ابو طاهر سوادش خوب نبوده است هستن که آدمایی که سواد ندارن از خاطر پدر گذشته‌هاشو احترامشو میکنن ای خودی نظام الملک نمیدونست است که بیش سواده اون میدونست که ابو سعید ابوالخیر در کدام درجه قرار داره دیگه این قطعی شینخیز نکنه و که میخواد یگون محفل معرکه رو دعوتش میکرده از قصهش میکرده گمان میکرده که همین بسواده در اصل این همین بچه که ارکب داره همین هم پسر است تنبل بوده مقصد مجبورش میکرده پدرش با مدرسه میرفته است یه روز شیخ ابو سعید میگه که در همون خانقاهش مهمون نمیوید یه هفته اون مردم به حد همین مهمون نواز بودن به مهمون خوردن نمیتونستن بسیار ناراحت میشه و ای بچه ای چی گپ شده باشه مهمون نمیوید حتی اعلان میکنه میگه اگر هر کسی که مجدگانی بگیره حیده بگیره که مهمون اومده است هر چیز دیلش بخواه بگم میکنم ای عهدهش برام اجراش میکنم این گپ وقتی ابو طاهر میشنوه پسرش دیگه در همین بالای همون بام خانقاه پایده همه ایستاده یگون مهمان میاد یا نمیاد یک روز نگاه میکنه که چند نفر از درویشای بیگانه مهمانا بگیم طرف همین خانقاه پدرش اومده است میپره بالای بام میفروه میگه پدر حیده مبته مهمان اومده است بخوای مهمانو را قبول میکنه خوش اومده میکنه جو به جوشو میکنه ضیافتشو میکنه با پسرش فیراد میکنه بچه‌م بیا اکرا اگه من وعده کردم که هر کسی حیده بگیره چیزی بخوام میتونش
تو چی میخوایی بچم؟ اسب میخوایی؟ مقصد یگون شمشیر میخوایی؟ یگون سر لباس فسان میخوایی؟ زن میخوایی؟ چی میخوایی؟ میگم میخوام که هم مدرسه نرم. او در مکتب میونه یک پسرک بکوه که بود یا учиться не хочу, жениться хочу. همطوری دم میخوام که نرم. بچه میگه این چه خوشی؟ پیغمبر خدا میگه این طلب کنی، طلب علم فرض. خیر میگه پدر خودت وعده کرده یوخی. هم پیغمبر خدا میگه که کسی که وعده کرد خلافی وعده کرد نشانه منافقی داره. من میگم مایلش که بچم تو وعده کرده توکلت به خدا میگه که به یک شرط. میگه چی شرط؟ میگه می سوره فتح از یاد میکنی. میای در پیشم پر را به تجوید ترتیل میسپوری. بعد مایلش توکلت به خدا دیگه مدرسه نرفت. اینا میروم مردش میدوزه در سه روز سوره فتح خوش رو از یاد میکنه به تجوید ترتیل. میاد در پیش پدرش میسپوره بود. مقصد که دیگه بعد هم دیگه مدرسه نمیره. این اگه ایبای سالو گذاشته است این آدم دیگه جای پدرش در قوی مقام پدر همون خیلی احترامش میکنن مردم. های نظام الملک دعوتش میکنن همه مریدو را گرفته اومده است. همین در قصر میدوین جو مقصد میشینونه همه شور. بعد همون اولی ما میگه که ایجا بیو حسود و قرآن در دست اون میتن ما بدبخت میگه ای بچه بوبی ما بچه حضرت ای کجای قرآن دیلت میکشه اینا با پرسش از یاد بگن. همه قدیلش پری هسته که اینا قرآن میگه ای کجای میگه قرآن نمیدونه ای همین کجای قرآن میخوای با پرسش. با او را هم تا قرآن در دستش میگیره و همین میکشه و میگه که سوره فتح بخون. ای همین سوره درست فقط سوره فتح میگوشت است. با سوره فتح خوند بعد در زمین شش تا گریه را برداشته. همین خیلی زور گریه کرده. و این نظام الملک هم دیدی بدبخت گفت کثافت حسود. بابی مقصدی قرآن از حفظ میدونه. تو با کی سر به سر شدیستی؟ با مردم همه را گسیل کرده. بعد پیشش اومد که حضرت برای چی گریستی؟ گوه همی کسی هست احوالی من بخبر میدونم. حقیقتا من بیستاود دارم. میگه همون پدرم همون 6 سال پیش که سوره فتح بیار بخون در پیش بسخور سجیه با مایلش بخوی مدرسه نرم. مردی خدا را ببینه 6 سال پیش. دیگه نظام الملک مقصد یک قصه همون ابو طاهر آورده است که شیخ عطار در تذکرة الاولیاء آورده است. همه خیلی کارو زیاد چیدگیان مقصد در حیاتش. حقیقتا علما را دستگیری میکرد. یعنی از جمله همین کی را امام غزالی را همین مرتبه و منزلت یافته است. به هر وجه صورت کم کم مدیون یعنی کی هسته نظام الملک. این غزالی عالم جوان بود. در سن 20 سالگی علاقه به درجه ممتاز شده بود که این شاگرد امام الحرمین جوینی بود. ای شهری توس بود، ای وطن نظام الملک. این هم شافعی مذهب رنگ نظام الملک خودش. دیگه همین فیروت کرد پیش خودش. وقتی که دیدش این علم دانش دستگیریش کرد. ای همه جوانترین مدیر مدرسه رکتر بگیم رکتر یونیورسیته در تاریخ اسلام همین امام غزالی است. گری در آن مدرسه نظامیه در آن مدرسه اساسی در بغداد گرفت ایران مدیر تعیین کرد غزالی را. همین تو وقتی که نظام الملک زنده بود مقصد که غزالی یکم پرابلم نداشت است. فقط همین کارش تعلیم تدریس همین مقصد به علم مشغول بود. و وقتی که نظام الملک شهید کردن کاردش زدن غزالی دیگه دلش ای دنیا ماند خنک شد. خاصتا با یک کس اومد گفت که در نقشه ترام هستی همون سپیسکه همون آدم که شده ترام هستی ترام باید عبیرت کنن همچه آدم نظام الملک. یا حضرت شیخ عطار میگه که به غزالی مگر گفتن جمعه که ملحد خواهدت کشتن چه شمعه. میگن غزالی را گفتن که هو تیاری طبیعی که کشتنی نه بی‌ترسیده درون خانه بیش است. کتاب خود روزگارش چندی حد است.
دیگه ای جان خونه سوخته شری نیافتی گفتن میکشند دیگه درس پرس همه را قطع کرد در همین خونه شیشت خونش این دیگه بگه که کرانتین شیشته نمی بروی خونه چه در خونه نشستن گشت بسیار دلش بگریفت از خونه با یک بار دیگه بیزور شد و در خونه چنده شدی یک عالمه که در دنیا نظیر مونن نداشت در همون عصر زمان خدا واسطی هیچ که به همین غزالی برابر نمیشید است و نمی شافعی مذهبی نه یگان عالم شافعی نه یگان عالم حنفی نه یگان عالم حنبلی نه یگان عالم مالکی هیچ که همین نظام الملک همه خطی سنجیدگی ایش بزرگترین علمای حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و همه را مغلوب کرده گیای شیعه ها را مغلوب کرده گیای نصرانی و یهودی و یگان کسی نمون که جرأت کنه و قطعی امام غزالی بحث کنه همه که عالم به دست باشد چه در خانه نشستن گشت بسیار دلش بگرفت از خانه با یک بار بیزار شد دیگه چند بار بشیده باید یکی شوریده بودی زی کوشه که کوشهدیش خوندن بیدران اهل یا دیوانه خدا از دوست خدا در کوشه نام موضعه کسی نزدیکی کوشهدی فرستاد که ای در علم حق داننده استاد زیبی ملحده در خانه ماندم اگر عاقل بدم دیوانه ماندم یک شاگردچه پیش همون کوشهدی میفرسته پیش همون اولیا میگه حضرت ای ترسی همین بدبختای همین آدم کشوره دیگه خانه نشین شدم دیگه رنگ دیوانه شدم آخی چی فرمایی مرا طعام کنم من مگر این درد رو درمان کنم من حضرت چی سپارش میکنی چیکار کنم از این پیغام کوشهدی برآشفت وقتی در پیش اون دیوانه خدا اومدن دیگه پس به حد غضبناک شد بعد اون پیغام آرنده چنین گفت امام خواجه را گو ای زیره دور چه حق را تو ندم سازی نه دستور چه حق میکرد در اول پدیدت نپرسید از تو چون می آفریدت گو برای خواجه را گو که حقیقتا دیوانه شده خونه شدیده وقتی پروردگار تو را خلق میکرد در نقشه آفرینش خدا بودی قطعی تو مصلحت نکرد که من تو را غزالیت کنم یگان دهقانت کنم یگان حیوانت کنم یگان پرندت کنم مصلحت نکرده است به هیچ کار با مرگت هم نپرسد است هیچی تو خوش میباش حال چند پیچی الان اون مردنده قطعی هیچ که مصلحت نمیکنه خداوند که تو در بیشتری مرگ میبری یا که میکشند تو را یا در دار میزنند یا در آب غرق بشی خداوند با کسی مصلحت مشورت نمیکنه و میگه چه غزالی شنید این شعر و پیغام دلش خوش گشت به ایران جست از نام وقتی حضرت این پیغام شنید دیگه یک بچه گو همین دنیا 5 دین ارزش نداشته است رفت خونه خدا را زیارت کرده بعد از او اومد در همین منطقه شام در سوریه در یک غار اومد 10 سال همونجا خدمت کرده است بعد همین کتابا را شروع کرد نوشتن شد غزالی به حد کتابی زیاد داره همین خیلی کتابای با قوت معتبری داره که عالم اعترافش میکنه ایتا فقط مسلمانان نه همه عالم اعترافش میکنه اعتبار و عبرو داره که همه حتی همه ریفارمیستای نصرانی با غزالی تقلید میکردن از جمله همون فما اکوینسکی و دیگر اینا همین مقلد امام غزالی هست کتابای غزالی را به لاتینی ترجمه کرده بودن در همون اصلای میونه میخوندیم ولی نمی یهودیا زبان عبری دارن که و هم زبان عبری چون زبان عبرانی را بگیم ای سری نبو دولتی کردن با همین زبان یکی از اولین ها شده همین احیاء علوم امام غزالی را چاپ کردن به حد قولی میوخه حقیقتا هم بزرگه این همیرم مقصد که در همین بزرگی همین رو در همین درجه و منزلت گرفتنش به شک شبه نظام الملک وزیر مقصد حصه داره حق گذاری کرده بنابراین این کسی که کنه برای خود چه میکنه هر دو روز قیامت او مزدک هم ای حساب یعنی همون مقصد اجر ثوابی که غزالی گرفته است به او را برسه اما چه اون مولاش بود به شک شبه میگیره نقشه الدوله علی خیر کفایل بله الدوله علی خیر کفایل بخصوصا کسی که دستگیری میکنه همون مقصد فی سبیل الله انفاق میکنه این انفاق فی سبیل الله